سلام. خب فکر کنم این اولین ویدیو یوتیوب من باشه و خب قراره یه سری چیزا بهتون بگم یه سری معرفی کنم از این دست موارد. خب حقیقتا ما اومدیم اینجا که با هم یک زندگی روزمره داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من نمیدونم چرا دارم اینجوری رفتار میکنم. حقیقتا همه میدونیم که این مسائل که میخوای وقتی شروع کنی یه مسئله ایو استرس داره 100%. و همینطور خیلی با هم رو راست باشیم. آدم خجالت میکشه و منم همینطور. من نمیدونم قراره اینو بذارم چون من خودم به شخص کلی ویدیو آموزشی آزمایشی گرفتم اما هیچ کدوم قرار نیست گذاشته بشه. شاید هم اینم یکی از اونا باشه اما اینو دارم به این مناسبت میگیرم که بذارمش. خب اول بگم که من میخوام اینجا جای خیلی راحت صمیمانه همه با هم دوست فراره همینجوری باشیم بدون هیچ پرده‌ای، بدون هیچ کانسپت خاصی. حالا میدونید من نمیخوام اصلا، چون یوتیوبرهای خیلی خفنی هستن که با کانسپت های خفن وجود دارن که برای حالا مسائل مالی و اینا هم حتی مثلا شغلشون یوتیوبریه، اما من بیشتر برای فان و حالا تفریح میخوام این قضیه رو انجام بدم. دوست دارم که با آدمای مختلف ارتباط برقرار کنم و خیلی هم خوشحال میشم از این قضیه و دوست دارم فان باشیم. آره زندگی قراره گه زدن های من روزای خوب روزای بد میخوام همه چی رو با شما در اشتراک بذارم و با هم باشیم. ببینید یک آدم نرمال با حالا یه سری معرفه یه همچین آدمی قراره چه اتفاقاتی براش بیفته. همین روزمرگی اینا. آره و حالا از این دست موارد حقیقتا خودمم آنچنان نمیدونم که دقیقا میخوام چیکار کنم، که مشخصه دیگه میخوام چیکار کنم دیگه. میخوام روزمرگی با شما در اشتراک بذارم. خیلی عادی و خیلی هم ساده، چیز غیر قابل فهمی نیست. چه درصد؟ آره بعد بچه‌ها صمیمی شدم. سلام بچه‌ها عزیزان من. من کیم؟ من اصلم 17 سالمه. بعد اساسا میشه گفت در کلاس 12ام. نه ما الان خرداد 1404. خب یعنی من دارم امتحانای سال 11 هم میدم دیگه. رفتیم کلاس 12. آره مس کنکورو و از این دسته موارد. و دوست داشتم که آره اینجا بیام و حالا ببینیم چی قراره بشه. چون راستشو بگیم آدم وقتی مثلا بدون شاید چند نفر داره میبینتش، شاید مثلا هیچ کس نبینه اینو، نمیدونم، شاید یکم حواسشو بیشتر جمع کنه نره به درساش به چیزاش. نمیدونم منظورم میفهمین یا نه. و اما اینکه حالا چه هدفهایی رو باید گذرون تو این مرحله از زندگی، شاید که آره دیگه، یعنی یک مرحله از زندگی که میای تمومش میکنی و وارد مرحله جدیدی میشه که اون سخت‌تره حتی. اما آره و یه همچین کانسپتی رو دوست داشتم با هم داشته باشیم. آنچنان هم من کانسپتی ندارم، خودمونیم دیگه، خودمونیم با هم حال میکنیم. آره و دوست داشتم که دوست داشتم یعنی چیه؟ وای آره به عنوان اولین ویدیو احساس میکنم یکم رفتارم شاید درست نباشه، نمیدونم، چون میخوام
حالا تلاشم میکنم دیگه، چون میخوام اصلا کلا ویدیو هم بدون هیچ کاتی، چون ادیت مدیتم بلدم اون قدم میخوام خودم باشم. سلام. آره همینجوری بدون هیچ کاتی، بدون هیچ چیزی. این من باشه. خیلی حوصله میکنید که منو میبینید. نمیدونم واقعا. امیدوارم که خوب باشه. نه؟ امیدوار هستین شما به من؟ آیا به نظرتون من آدم خوبیم؟ اصلا خودم رو داشتم معرفی میکردم. آره دیگه، من اصلا 17 سالم و رشتم ریاضیه و حالا یک بخش مهمی از زندگی من اینه که من یه اوتاکوام طبق چیزی که مشخصه و دیگه همین دیگه، چیز دیگه ندارم بگم. همیشه در آینده بیشتر آشناشیم، نه؟ خب آره، احساس میکنم که نه، هیچ احساسی نمیکنم. آره دیگه، در کل ما دوست داریم اینجا یک فضای خیلی گرم، جایی که میتونی خودت باشی بدون هیچ چیزی، هیچ کس قرار نیست قضاوتت کنه. و حالا میایم قضاوت ها رو میبینیم. الله اکبر. آره، یه همچین جایی قرار درست کنیم. امیدوارم که اینو بذارم. چون احساس میکنم رفتارم زیاد نه بعد نه. من این منم عزیزان، این منم دیگه. نمیخوای نه اول همه آره دیگه، احساس کنم برای ویدیو اول اوکی. در ویدیو دیگه میایم دیگه قشنگ کل روز منو میدم. البته اگه بتونم، اگه قابلیت اینو داشته باشم که بگم دیگه، آدم باید میدونید همون قضیه اینه که آدم دیگه از یه جایی باید شروع کنه. خب آدم دیگه این ترسه، چون من ویدیو میگفتم دیگه، ویدیو آزمایشی اونا نذاشتیم، یکیو بذاریم، این شروع این استارت بخوره حتی به بدی، حتی اگه این استارت هم بد باشه شاید بقیهش خوب باشه. آره. و اینم که منم و اینم که ویدیو اول منه. بگم تا اینجا این ویدیو بس باشه. و امیدوارم که به چیزی امیدوارم، من نمیدونم. 100% امیدوارم که منو سابسکرایب کنی و این ویدیو رو لایک کنی. اول یه چیز مهمتر، مرسی که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردی. ممنونم. بودن آره، من قرار نیست چیزی رو کات کنم، پس اینی که دارید میبینید بدون هیچی بودن چشای منم کور. 8 دقیقه است که دارید ویدیو من تماشا میکنید. خیلی ممنونم. مرسی سپاس فراوان. آره دیگه، اینم منم و چند بار میگم این منم. خب منم نکن فکر میکنم خودشیفته. نه نیستم بچه، واقعا نیستم. دوستتون دارم. بوس به همتون. امیدوارم که بنا زیاد ببینین. خدافظ. بای بای. تا ویدیو بعدی میبینمتون.